سلام. اگه به ترید علاقه داری و اگه دنبال نقطه ورودهای جذاب و بهینه برای ورود به معاملاتت میگردی که بتونی با حد ضررهای کوچیک سودای خیلی بزرگ بگیری، ویدیو درستی رو باز کردی و یه آموزش خفن در انتظارته. من کیا هستم، اینجا کانال آموزش تریده و تو این ویدیو قراره بهتون چیزی رو یاد بدم که خودش میتونه یه استراتژی معاملاتی پرسود باشه، یعنی میکرو کانال ها. راستی اگه کاربر جدید هستی همین الان کانال رو سابسکرایب کن و بعد از دیدن این ویدیو یه سر به کانالمون بزن تا به یه دوره کامل آموزش ترید حرفه‌ای دسترسی داشته باشی. خب برخلاف جلسه قبل این جلسه روی وایت بورد با هم زیاد کار داریم. قرار اول راجع به تعریف میکرو کانال ها صحبت کنیم، ببینیم این میکرو کانالی که دارم بهتون میگم اصلا چی هست. اگه ما یه روند صعودی رو داشته باشیم که قیمت داره حرکت میکنه و اینجا وارد یک اصلاح بشه، این اصلاح اگه شرایط خاصی که میگم رو داشته باشه اصطلاحاً بهش میگیم میکرو کانال. حالا اون شرایط چیه؟ ما اینجا اگه یک سری کندل ببینیم که این کندل ها سقف های پایین تر از همدیگه دارن و هیچ کدوم از این کندل ها سقفی بالاتر از کندل قبلی ندارن، این مهمترین شرط یک میکرو کاناله. حالا علاوه بر این میکرو کانال باید یه سری شرایط دیگه هم داشته باشه، اینکه این کندل ها بدنه های کوچیک داشته باشن و تعدادشون هم خیلی زیاد نباشه. از 2 تا کندل میتونیم در نظر بگیریم تا مثلا 10 تا کندل نهایتا. حالا 1-2 تا هم این ور اون ور بشه اشکال نداره. ما یه همچین چیزی رو که دیدیم اصطلاحاً میگیم این یک میکرو کانال نزولیه و روندمون هم که صعودی بوده، پس ما یک میکرو کانال نزولی تو روند صعودی دیدیم. حالا این به چه دردمون میخوره و ما چطور میتونیم ازش استفاده کنیم؟ وقتی یه میکرو کانال میبینیم اولین جایی که ما یک کندل میبینیم که سقفی بالاتر از سقف کندل قبلی میزنه، ما میتونیم باهاش وارد معامله بشیم. این چیزایی که دارم بهتون میگم همش برای روند صعودیه و برای روند نزولی برعکس اینه. حالا راجع به اونم صحبت میکنیم. ما اولین جایی که همچین چیزی دیدیم میتونیم وارد معامله بشیم. حالا چیزی که میکرو کانال رو برای ما خیلی جذاب میکنه اینه که نقطه ورودی که بهمون میده خیلی بهینه است. ما اگه اینجا بخوایم وارد معامله بشیم، نقطه ورودمون جاییه که این کندل بسته میشه، حد ضررمون رو میتونیم پشت همین کندل بذاریم و یا میتونیم پشت کف قبلی بذاریم، یکی از این دوتا. یعنی یا یه حد ضرر این اندازه‌ای داریم یا یه حد ضرر این اندازه‌ای داریم، یکی از این دوتاست. و حد سودمون رو میتونیم حالا با توجه به سقف و کفای قبلی در نظر بگیریم یا میتونیم به صورت ثابت 2 برابر حد ضررمون در نظر بگیریم که اگه این حد ضرر باشه مثلا 2 برابرش میشه تا اینجا. و از اون دست روش‌های ورود به معامله است که خیلی سریع تکلیفش مشخص میشه، یعنی با چند تا کندل بعد خیلی سریع میتونه حد سود ما بخوره. اما بیاین راجع به همین میکرو کانال ها یکم بیشتر با هم صحبت کنیم. ما گفتیم یک روند صعودی داریم و اینجا یه میکرو کانال رو میبینیم. خب اینو ما اگه بیایم واسش یه همچین چیزی بکشیم عملا شبیه یک کانال دیگه و اگه به جلسات قبلی برگردیم و اینو مقایسه کنیم با اون الگوهایی که راجبشون صحبت کردیم، این میتونه خودش یه الگو باشه. من قبلا بهتون گفته بودم وقتی ما یک روند داریم و اینجا یک الگوی اصلاحی تشکیل میشه که حالا این میتونه به صورت وج باشه یا هر چیزی، یه الگوی اصلاحی اینجا تشکیل میشه که میبینیم روندش ضعیفتر از این روند صعودیه که اینجا داریم. اون موقع ما منتظر میمونیم تا این رو به بالا شکسته بشه و وقتی شکسته شد وارد معامله میشیم. اینو توی الگوها دیدیم و به صورت کلی راجبش صحبت کردیم. این میکرو کانال ها هم دقیقاً میشه گفت زیر مجموعه همون چیزی هن که توی ویدیوهای قبلی یاد گرفتیم، فقط یه سری تفاوت ها دارن. مهمترین تفاوت میکرو کانال ها اینه که ما اگه اینجا اصلا نتونستیم هیچ شکلی رو رسم کنیم، نتونستیم کانال رسم کنیم، نتونستیم مثلث رسم کنیم، نتونستیم وج رسم کنیم، اصلا برای ما اهمیت نداره و تنها چیزی که برای ما مهمه اینه که یک سری کندل داشته باشیم که این
کندل ها سقف های پایین تر از همدیگه دارن. پس قبل از اینکه حالت نزولیش رو بخوایم با هم بررسی کنیم و بخوایم بریم روی چارت مثال ببینیم، شرایطی که باید میکروکانال داشته باشه رو یه دور دیگه با هم بررسی کنیم. کندلا باید کوچیک باشن، این کندلا باید یه روند نزولی رو تشکیل بدن، یعنی سقف‌های پایین‌تر از همدیگه داشته باشن. هیچ کدوم از این کندلا نباید یک سقف بالاتر از سقف قبلی بزنن. چرا نباید این اتفاق بیفته؟ چون ما می‌خوایم هر زمان که دیدیم یه سقف بالاتر از سقف قبلی زد دیگه اونجا وارد معامله بشیم. البته روی این شرط میتونیم یکم ساده بگیریم. مثلا اگه یه دونه کندل دیدیم که یه سقفی بالاتر از سقف قبلی داره یا یکم اومده بالاتر، میتونیم ازش چشم پوشی کنیم. یعنی اگه یه همچین چیزی رو دیدیم ولی کندل بعدی اینجوری بود، کندل بعدی اینجوری بود و این میکروکانالمون ادامه داشت، ما اینو همچنان میتونیم معتبر در نظر بگیریم. مثل کانالا که بهتون میگفتم ما یه کانال داریم که مثلا اینجوری رسمش کردیم، یه سری کف اینجا داشته، حالا یه اینجوری اگه داشته باشیم بازم همون کانال رو داریم که اکستند شده، فقط شیبش یه مقدار تغییر کرده. و اینجا هم میتونیم حالا اگه یه بار یه همچین چیزی رو دیدیم ازش صرف نظر کنیم. و شرط بعدی هم این که تعداد کندل های میکروکانال باید یه چیزی بین 2 تا 10 تا باشه. حالا یکی دوتا این ور اون ورم اشکالی نداره، ولی دیگه حداقل 2 تا کندل باید باشه. اما حالت نزولیش دقیقاً برعکس همین حالت صعودیه، یعنی ما یک سری کندل میبینیم که اینجا این کندل‌ها کف‌های بالاتر میزنن. توی روند صعودی ما دنبال سقف‌های پایین‌تر بودیم، اینجا دنبال کف‌های بالاتریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم اینجا یه روند در نظر میگیریم دیگه. این روند ما خط روند رو برای روندی که صعودی باشه که اینجا میکروکانال صعودیه از روی کف‌ها رسم می‌کردیم دیگه. وقتی یه همچین چیزی داریم خط روند صعودی رو با این کف‌ها رسم می‌کنیم و وقتی یک روند نزولی داریم خط روند نزولی رو با این سقف‌ها رسم می‌کنیم. پس اینا باید کف‌های بالاتر داشته باشن تا ما اینجا اولین حرکتی که دیدیم باهاش وارد معامله بشیم. اما بریم روی چارت با هم دیگه چند تا مثال ببینیم. خب مثالای قشنگ برای میکروکانالا زیاده. ببینید اینجا ما یه حرکت صعودی رو داشتیم، اینجا این کندلای زرد رنگ برای ما یک میکروکانال نزولی بودن. بذارین زوم کنم، اینجا یه سقف داریم، بذارین واسهتون بکشم. اینجا یک سقف داریم، سقف پایینتر، این یکی نتونسته سقف بالاتر بزنه، حالا یا هم سطح یا پایینتره. اینجا دوباره سقف پایینتر، اینجا هم حالا یا هم سطح یا بالاتره و اینجا بالاخره اولین سقف و بالاتر از سقف‌های قبلی میزنه. ما اگه اینجا قرار بود اینو به صورت یه الگو رسم کنیم هیچی نمیتونستیم بکشیم، نه وج بود نه پرچم بود، اصلا نمیتونستیم چیز ترتمیزی بکشیم. ولی اومدیم یه سطح بالاتر و با یه دیدگاه متفاوتی داریم این حرکت ها رو نگاه میکنیم. داریم چهار تا کندل به کندل بررسی میکنیم. خب من اگه اینجا بخوام وارد معامله بشم، حد ضررمو اگه زیر همین کندل بخوام بذارم، که خب چون کندل کوچیکیه من خودم ترجیح میدم اینجا نذارم، میتونم زیر این کف بذارم و این میشه مقدار ریسکی که من دارم انجام میدم. اگه همینو 2 برابرشو برای خودم حد سود بذارم، اینجا تارگت من میخوره. حالا خیلی با روش سنتی کار کردیم، میتونیم بیایم همینجا و یه پوزیشن لانگ باز کنیم. تا همینجا تکلیف معامله من روشن میشه و با 2-3 تا کندل حد سود من میخوره. حالا اینجا شاید یه نفر این کندل رو که ببینه، چون کندلیه که خیلی مطمئن نیست، کندل خیلی پرقدرتی نیست، اینو به عنوان بریک در نظر نگیره و باهاش وارد معامله نشه و منتظر کندل بعدی بمونه و با این بخواد وارد معامله بشه، که این دیگه به استراتژی خودتون مربوطه. ولی یه نکته دیگه هم اینجا بهتون بگم، گاهی اوقات ممکنه یه همچین کندلایی رو ببینیم، کندلای خیلی بزرگ که وقتی بخوایم باهاشون وارد معامله بشیم، اون حد ضرری که ما در نظر داشتیم خیلی حد ضرر بزرگی میشه. من اینجا بخوام وارد معامله بشم و حد ضررمو زیر همین کندل بذارم، میشه این حد ضرر، که توی این شرایط ورود به معامله یه سری روش‌های دیگه داره که تا انتهای ویدیو بهتون میگم. اما بریم هنوز مثال‌های دیگه با هم بررسی کنیم. الان همینجا این روند صعودی که داشتیم، اینجا دوباره میتونیم یه میکروکانال داشته باشیم. اینجا یه سقف داشته، یه سقف پایینتر، یه سقف پایینتر یا هم سطح، و اینجا اومده یه سقف بالاتر زده و با بریک شدن اینجا، یعنی با این میتونستیم وارد معامله بشیم.
حالا در مورد ورود به معامله با میکروکانال ها هنوز با هم صحبت داریم و قراره بریم روی وایت بورد بهتون چند تا نکته دیگر رو هم بگم و حتما توصیه میکنم تا آخر ویدیو همراه من بمونید. اینجا اگه ما وارد معامله میشدیم حد ضرر رو پشت کف همین کندل میذاشتیم، حد سودی که میخواستیم بذاریم 2 برابر این کندل اگه بود، ما تا اینجا معاملهمون با سود بسته میشد. به خاطر همینه که میگم معامله با میکرو کانال ها خیلی جذابه. و یه نکته هم دقت کنین، شاید بعضیا با خودشون بگن این که سود کوچیکیه، من الان همچین سودی رو میخوام بگیرم چیکار کنم؟ ولی ما چیزی که برامون مهمه اندازه این اصلا اهمیت نداره. چیزی که مهمه نسبت این سودی که داریم میگیریم به نسبت حد ضرریه که میذاریم، چون این حد ضرر ما مشخص میکنه که ما با چه حجمی وارد معامله بشیم. من وقتی حد ضررم انقدر کوچیکه، وقتی یه همچین حد ضرری رو دارم و میخوام توی این معامله $100 ریسک کنم، اینجا میتونم حجم بالایی رو وارد معامله کنم و این سودی که میگیرم 2 برابر اون ریسکیه که کردم. یعنی اگه $100 ریسک کردم $200 سود به دست میارم. پس اصلا اندازه این حرکت برای ما اهمیت نداره. نسبت حد سود به نسبت حد ضرره که برای ما اهمیت داره و همینه که میکروکانال ها رو برای ما خیلی جذاب میکنه، چون به ما حد ضررهای خیلی کوچیک میده. بذاریم بریم با هم دیگه یه مثال دیگه هم ببینیم، بعد دوباره برگردیم سراغ وایت بورد بهتون نکات دیگه که میخواستم بگم. ببینید روند صعودی داریم. اینجا یه میکروکانال خیلی تمیز، یعنی اصلا خود تعریف میکروکانال دیگه. 4 تا کندل داریم میبینیم، کندلایی که بدنه های کوچیک دارن، سقف های پایین تر از هم دیگه. اولین کندل رو داریم میبینیم که سقف بالاتر از کندل قبلی، باهاش وارد معامله میشیم. حد ضرر رو زیر همون کندل یا زیر کف قبلی میذاریم و حد سودمون رو تا همینجا بهمون میده، یعنی تا 3 تا کندل بعد بهمون میده. دوباره میاد اینجا یه میکروکاناله، دوباره میاد اینجا یه میکروکاناله و بارها بهمون فرصت ورود میده. و اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بهتون گفتم ما حد سودامون رو 2 برابر حد ضرر میذاریم. حالا شما باید بریم بک تست بگیرین رو گذشته چارت، ببینین اگه مثلا رو بیت کوین تو تایم فریم 1 ساعته یا 4 ساعته یا 5 دقیقه‌ای ترید می‌کردین و با میکروکانال وارد می‌شدین، بیشترین حد سودایی که بهتون میداده چه عددی بوده و ببینین بهتر حد سوداتون رو 2 برابر بذارین، 3 برابر بذارین یا هر چیزی که خلاصه تو بک تست بهش میرسین. که ما در آینده یه ویدیو اختصاصی راجع به بک تست داریم که اصلا مفصل بهتون بگیم چه جوری بک تست بگیرین و چه جوری بتونین استراتژیتون رو در بیارین. اما با همین 2 برابر هم اگه ما در نظر بگیریم یعنی چی؟ یعنی اگه مثلا من میام 10 تا معامله میکنم، از این 10 تا معامله من 5 تاش با سود بسته میشه، 5 تاش با ضرر بسته میشه، من تو این 5 تایی که سود کردم چون حد ضررم 2 برابر حد سودم بوده، اگه تو هر معامله $100 ریسک میکردم 5 تا $200 سود به دست آوردم، یعنی $1000 و 5 تا معامله هم ضرر میشده $500 ضرر میکردم. یعنی من با یه وین ریت 50% که فقط نصف معاملاتم درسته میتونستم اینجا $500 سود به دست بیارم. پس وقتی راجع به نقطه ورود بهینه صحبت میکنم منظورم همچین چیزیه. اما برگردیم روی وایت بورد، من 2 تا نکته دیگر رو هم بهتون بگم. اگه ما اینجا یه روند رو داشتیم و بعد یه میکرو کانال داشتیم، حالا من مثالا رو همه رو صعودی میزنم دیگه، شما خودتون وقتی میرین تمرین میکنین حتما مثالای نزولی رو هم ببینین. و اینجا یه کندل پرقدرت دیدیم، یه کندلی که اگه میخواستیم باهاش وارد معامله بشیم حد ضررمون خیلی بزرگ میشد. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ من تو ویدیوهای قبلی یه راه بهتون گفتم، تو این ویدیو هم دوباره راجع به همون صحبت میکنیم چون اینجا هم کاربرد داره. ما جایی که دیدیم بریک انجام شد با یه کندل بزرگ که با حد ضررمون فاصله گرفتیم، 2 تا راه داریم. یکی این که همینجا وارد معامله بشیم، حد ضرر رو به جای اینکه اینجا بذاریم بیایم به اندازه نصف این کندل بذاریم، یعنی وسط این کندل پرقدرت رو پیدا کنیم، حد ضررمون رو زیر این بذاریم. یه حالت اینه. یه حالت دیگه اینه که اینجا وارد معامله نشیم، منتظر بمونیم اگه پول بک زد اینجا اون موقع وارد معامله بشیم. اگه پول بک نزد چی؟ اشکال نداره، این معامله رو از دست دادیم، قرار نیست ما کل پولی که تو بازار ریخته رو برای خودمون برداریم. پس اگه پول بک زد، پول بک به کجا؟ به سطحی که اینجا بریک شده، به اینجا. ما اینجا یه سطح داشتیم دیگه که این بریک شد با این کندل. پول بک اگه به اینجا زد ما میتونیم وارد معامله بشیم که قبلا بهتون گفتم این پول بک میتونه تا نزدیکی
سطحی که بریک میشه بیاد، یا اینکه دقیقاً بیاد تاچش کنه، یا یه مقدار پایینتر از اون بیاد. ولی خلاصه اگه پول بک زد اینجا ما یه نشونه ای رو برای ورود به روند دیدیم، میتونیم وارد معامله بشیم. نکته بعدی که راجع به میکرو کانال ها میخوام بهتون بگم، اگه ما بخوایم با میکرو کانال وارد معامله بشیم و اینجا یه میکرو کانال داشته باشیم، برای ورود به معامله ما اینجا باید به روندی که پشت این میکرو کانال هست توجه کنیم. اگه این روند قوی بود، روند خیلی قوی بود، ما میتونیم با خیال راحت بلا فاصله با بریک شدن اینجا وارد معامله بشیم. اما اگه این روند ضعیف بود چی؟ ما میتونیم منتظر کندل بعدی هم بمونیم. یه چیزی مثل همون سیگنال بار کیباری که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم، این کندل اول به ما این سیگنال رو میده که خب قرار روند برگرده و صعودی بشه، یعنی این میکرو کانال تموم بشه. این کندل دوم میشه کیبار ما که تایید میکنه اون دیدگاهی که داشتیم. پس این روش سیگنال بار و کیبار همه جا هست. هر جا ما دیدیم روندمون ضعیفه میتونیم منتظر کیبار بمونیم، هر جا دیدیم روندمون خیلی قویه میتونیم صرفا با سیگنال بار هم وارد معامله بشیم. حالا اینجا این نکته دیگر رو هم بهتون بگم، یه روش معاملاتی خیلی جذاب داریم برای وقتی که روندمون روند قوی باشه. تو حالتی که روند قویه ما میتونیم برای ورود به معامله وقتی داریم یه همچین میکرو کانالی میبینیم، اینجا بالای هر کندل قبلی یه معامله آماده داشته باشیم. شما تو صرافی میتونید یه معامله ست کنید که هر زمان قیمت به اون عدد رسید معاملتون فعال بشه. من آموزش صرافی ها رو داخل کانال تاپکس تو تلگرام واسهتون گذاشتم. اینجا هم آموزش صرافی ها هست، هم کمپین های فعالی که صرافی ها دارن هست که اگه با لینک معرفی من ثبت نام کنین میتونین از جوایزشون استفاده کنین و از طرفی خب از کانال منم و از این آموزش‌های رایگان هم حمایت کردین. که حالا برای اینکه به این آموزش‌ها دسترسی داشته باشین این کافیه بیاین داخل کانال تاپکس با آیدی topics_ir که زیر ویدیو هم واسهتون میذارم، روی پیام پین شده کلیک کنین و اینجا آموزش هر صرافی که میخواین انتخاب کنین، دونه دونه ویدیوهاشو میتونین ببینین. حالا من اینجا در مورد آموزشامون یه نکته دیگه هم بهتون بگم که این آموزشایی که من دارم بهتون میدم فقط مربوط به ارزهای دیجیتال نمیشه. درسته که تو این کانال دارم صرافی‌های ارزهای دیجیتال رو بهتون معرفی میکنم، ولی شما با این آموزش‌ها میتونید تو فارکس، تو بورس یا هر جای دیگه که میخواین ترید کنید. که من در آینده نزدیک بهتون یه بروکر خوب برای فارکس هم معرفی میکنم و آموزش‌های نحوه ثبت نامش و راه اندازی حساب و تمام چیزایی که لازمه بدونین رو بهتون میدم. در این مورد نگران نباشین. اما داشتم اینجا توضیح میدادم شما میتونین بالای هر کدوم از این کندل‌ها یه معامله بذارین که وقتی قیمت رسید معاملتون فعال بشه. اینجوری اولین کندلی که ما اینجا ببینیم که بیاد این سطح رو بریک کنه ما باهاش وارد معامله میشیم. حالا اگه این کندل اینجا هم بخواد بسته بشه ما دیگه اینجا باهاش وارد معامله شدیم. تو حالت عادی این کاری که داریم میکنیم یه مقدار ریسکش بالاست، چون ممکنه کندل بیاد بالا تا اینجا قیمتش بیاد بالا ولی برگرده پایین و مثلا اینجا بسته بشه، ازش فقط یه شادو باقی بمونه. ما چرا داریم این کار رو انجام میدیم؟ اولا ریسکش رو قبول کردیم و ثانیاً اینکه بهتون گفتم روندی که پشت این میکرو کانال هست روند قویه. اگه یه همچین چیزی بود ما میتونیم با احتمال بیشتر انتظار اینو داشته باشیم که تا اینجا بریک شد قیمت قراره بره بالا. پس ما هم میتونیم با بسته شدن کندل بریک اوتمون وارد معامله بشیم، یعنی اینجا میکرو کانالی که میبینیم صبر کنیم این کندل اینجا بسته بشه با بسته شدنش وارد بشیم، یا اینکه معامله لیمیت اینجا بذاریم بلا فاصله تا اینجا شکسته شد سری وارد معامله بشیم، که تو حالت دوم ریسکش بیشتره ولی نقطه ورودش خیلی خیلی بهینه تره. حالا برگردیم روی چارت، یکی دو تا مثال دیگه با هم ببینیم و صحبتامون رو جمع کنیم و این ویدیو رو تموم کنیم. مثال روند نزولی با هم دیگه ندیدیم، بذاریم اینجا ببینیم. روند نزولی داریم و اینجا میتونیم اینو یه میکرو کانال در نظر بگیریم، ولی چون داریم کندلای بزرگی رو میبینیم من خودم اینو میکرو کانال در نظر نمیگیرم، با اینکه با بریک شدنش اگه وارد معامله میشدیم بهمون سود داده، ولی خب این دوتا کندل آخری که داریم میبینیم خیلی شبیه میکرو کانال نیست. حالا اینو اگه در نظر نگیریم اینجا این دوتا کندل میتونه میکرو کانال باشه، یک کف اینجا زده یک کف بالاتر، این کندل زرده اینو بریک کرده، که این اتفاقا خیلی مثال قشنگیه. بذاریم با هم دیگه
اینجا جزئیاتش رو ببینیم. ما میتونستیم با بریک شدن اینجا وارد معامله بشیم و حد ضرر رو پشت همین بذاریم و سودی که میخواستیم بگیریم 2 برابر این حد ضرر اگه میذاشتیم تا اینجا قیمت اومده پایین و حد سود ما رو زده. اما بهتون گفتم وقتی یه کندل بزرگ میبینیم میتونیم 2 تا انتخاب دیگه هم داشته باشیم. یکی اینکه حد ضرر رو پشت نصف این بذاریم، یعنی این اگه اینجا نصفش باشه حد ضرر رو اینجا بذاریم که خب میومد حد ضررمون رو میزد و اینجوری معامله با ضرر بسته میشد. یه حالت دیگه که بهتون گفتم این بود که منتظر پول بک به این بریکه باشیم. ما اینجا یک کف داشتیم، اینجا یک کف بالاتر، این کندل زرد رنگ بریک کرد این کفو، بذاریم من اینو صاف بکشم، اینو بریک کرد و ببینین پول بک زده دقیقاً به همین جا. بهتون گفتم بعضی وقتا قیمت برمیگرده پول بک میزنه و دوباره فرصت ورود میده. یعنی نیازی نیست که ما نگران بشیم فرصت ها رو داریم از دست میدیم. همیشه راههای مختلفی هست که بتونیم وارد معامله بشیم. اینجا برگشته پول بک زده و میتونستیم اینجا وارد معامله بشیم و دوباره سودمون رو بگیریم. حالا اینجا این سطحی که بریک شده رو ادامه اگه بدیم، بذارین اینجا هم یه چیز خوشگل دیدم بهتون بگم. اینجا ببینین چی داریم میبینیم، دوباره به این سطح اومده واکنش نشون داده، یه کندل پینبار خیلی خوشگل. این چیزی که دارم میگم ربطی به آموزش‌های این جلسه نداره، مربوط میشه به آموزش‌های قبلیمون. و همینجا هم بگم اگه کسی داره این دوره رو ناقص میبینه، فقط یه ویدیو رو انتخاب میکنه و میبینه، شدیداً توصیه میکنم بره از اول ویدیوها رو ببینه، چون یه سری نکات هست که مکمل هم دیگه هستن و خیلی میتونه به دردتون بخوره و حیفه که یه دوره آموزشی که اینجوری رایگان داره در اختیارتون قرار میگیره رو جدی نگیرین. اینجا یه پینبار داریم میبینیم و حالا چند تا کندل بعدش که خیلی برای ما مفهوم خاصی رو ندارن جز بی تصمیمی، و کندل بعدی که کندل پرقدرته. ما میتونستیم کندل اولو سیگنال بار در نظر بگیریم و این کندل رو کی بار در نظر بگیریم و باهاش وارد معامله بشیم که خب دوباره اینجا هم اگه حد ضرر رو چه اینجا میذاشتیم و چه اینجا، سود ما رو تا اینجا بهمون داده. این هم یه روش دیگه برای ورود به معامله که تو ویدیوهای مربوط به سیگنال بار و کیبار و تو ویدیوهای مربوط به الگوهای کندلی راجعش صحبت کردیم. دوباره میایم اینجا ما داریم یک میکرو کانال صعودی میبینیم در روند نزولی که بلافاصله با بریک شدنش رو به پایین میتونیم وارد معامله بشیم و سودمون رو بگیریم. دیگه مثال زیاده، حالا همه اینا هم درست نیست. مثلا اینجا ممکنه این میکرو کانال ببینیم با این وارد معامله بشیم و خب معامله ما با ضرر بسته بشه، چون همیشه که قرار نیست معاملات ما با سود بسته بشه. ما تو هر معامله یه مقدار مشخص ریسک میکنیم، یا سود میشه یا ضرر میشه، چون روش معاملاتیمون اینجوریه که سودایی که میگیریم بزرگتر از ضررایی هست که میگیریم. این براینده در نهایت میتونه مثبت باشه. در نهایت من پلیلیست دوره آموزشیمون رو روی تصویر واسهتون میارم، آموزش صرافی پیشنهادی خودم رو هم روی تصویر واسهتون میارم و لینک های مورد نیاز رو هم زیر ویدیو واسهتون میذارم. اگه این ویدیو واسهتون مفید بود لایک یادتون نره. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودین. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی بدرود.